سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. من نظرخواه هستم، در زمینه ارائه سرویس‌های پیامکی فعالیت میکنم. امروز میخوایم با هم یه سامانه پیامکی راه اندازی کنیم. قبل از هر کاری لایک، سیو، شیر، کامنت یادتون نره. اگر از کانال یوتیوب ما دارین ما رو دنبال میکنین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بفشارید. بریم ما هم ویدیو رو ببینیم. وارد وبسایت احساس SMS.ir میشیم. زمانی که وارد شدیم رو صفحه کلیک میکنیم، رو وبسایت، صفحه وبسایت، و دکمه ثبت نام رو میزنیم. این فرمی که اینجا هست رو پر میکنیم. نام کاربری تعیین میکنیم، حتما با حروف کوچیک و اعداد ترکیب شده باشه، حالا هرچی. رمز عبور حتما از 8 کاراکتر باشه و شامل حروف و عدد. رمز عبور رو تکرار میکنیم. کد ملی، شماره شناسنامه های قدیمی نه، شماره ملی رو اینجا باید وارد کنیم. شماره شناسنامه های قدیم رو دیگه این سیستم ساپورت نمیکنه. تلفن ثابت به همراه کد شهر. شماره موبایلتون رو وارد میکنین. کد پستی اگه در دسترستون نیست میتونین 10 تا عدد 1 وارد کنید، این زیاد مهم نیست. ایمیلی که اکثرا در دسترستون هست اون رو وارد میکنین. آدرس پستی خودتون رو کامل دقیق وارد میکنین چون نیازه. و انتخاب پنل پایه فقط امکان ارسال داره. پنل مشاغل کوچیک امکان ارسال و دریافت داره، یه سری محدودیت های کمی هم توش لحاظ شده. پنل کامل تمام امکانات ارسال و دریافت رو به صورت کامل داره در خودش. و این سه تا پنل های کاربری ماست، به اضافه درگاه نوبت‌دهی که مخصوص پزشکاست. دوستان عزیز پزشک میتونن، پزشک، آرایشگاه، آرایشگاه داران، هر جایی که نیاز به نوبت‌دهی داره میتونن از این درگاه نوبت‌دهی استفاده کنن. و این درگاه نوبت‌دهی امکان ارسال، دریافت و در کنار سیستم نوبت‌دهی حرفه‌ای بهتون تحویل میده. پس از این کار شما این قوانین هم قوانین فتا اینو مطالعه میکنید و ربات رو اینو میپذیرید. این قوانین فتا رو من ربات نیستم هم تایید میکنید، تیکشو میزنید و ثبت نام رو انجام میدید. بعد از ثبت نام فقط کافیه نام کاربری، رمز عبورتون رو وارد کنین و ورود کنین. همین، تمام. سامانه پیامگیری شما تحویل شما داده شد. و اما برای ماجرای احراز هویت شما حتما باید یه تصویر از کارت ملی رو تو بخش ارسال مدارک و یک شماره موبایلی رو دوباره اونجا باید وارد کنید. و مبلغ سامانه هم اگه از طریق موبایل دارین اقدام میکنید امکان واریز آنلاین وجه ندارید. اگه از طریق پی سی بخواید اقدام کنین امکانش رو دارین. شما اگه از طریق موبایل دارین اقدام میکنین میتونید با پشتیبانی تماس بگیرین با همین شماره‌ای که روی صفحه اصلی این پنل هست، 911 932 2057 تماس بگیرین و بهشون بگین مبلغ رو واریز کردین یا میخواین واریز کنین، چطوری باید تعامل داشته باشین، چطوری باید تراکنش انجام بشه که سامانه شما به شما تحویل داده بشه. خیلی ممنون از شما که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. حتما لایک و سیو و شیر کامنت یادتون نره و سابسکرایب و زدن زنگوله هم حتما تو لیست برنامه‌هاتون باشه. قربان شما.